سردردها انواع مختلفی دارن. اگر قسمت پیشانی و شقیقه ها درد میکنه، سردرد تنشی داری، درمانش اینه که استامینوفن بخوری، استراحت بکنی و آب کافی به بدنت برسونی. اگه یک طرف سرت درد میکنه و ضربان گوش تو سرت میشنوی، احتمالاً میگرن داری. حتما به متخصص داخلی اعصاب باید مراجعه بکنی که داروهاشو بهت بده. توی محیط ساکت و آروم بعد استراحت بکنی. اگر پشت چشمت درد میکنه، خصوصا یک چشمت، احتمالاً یه سردرد خوشه‌ای داری، کمیابه، ولی حتما باید مراجعه بکنی به متخصص داخلی اعصاب. اگر قسمت پیشانی و داخل گونه ها درد میکنه و خصوصا پوزیشنال، سرتو میندازی پایین، بدتر میشه، سردردیه که مربوط به سینوس هاته. اگر سردرد از گردن شروع میشه و میرسه به بالا، سردردت حاصل درد گردنه و باید به فیزیوتراپیست مراجعه کنی که تمرینات لازم رو بهت بده. و اگر پشت سرت درد میکنه، میتونه حاصل فشار خون و بیماری‌های خاص باشه و اینم باید مراجعه بکنی به متخصص داخلی اعصاب.